شکست عشق مهستی و تحمل درد خیانت. مهستی خواننده محبوب بود که دوران پهلوی شکوفا شد. تو دوران شروع خوانندگیش بود که با کوروش نازامیان آشنا شد. اونا زندگی عاشقانه‌ای داشتن، اما طول نکشید که تو دوران شکوه مهستی شوهرش با فیروزه خواننده آن دوران به اون خیانت کرد. مهستی که متوجه موضوع شده بود خواست کوروش را ببخشه، اما کوروش عاشق و دلباخته فیروزه شده بود. بعد از گذشت چند وقت اونا با وجود داشتن فرزندی به نام سحر از هم جدا شدند. کوروش بلافاصله با فیروزه که چند سال از خودش بزرگتر بود ازدواج کرد. مدتی گذشت. مهستی اوضاع روحی خوبی نداشت. با فرد دیگری ازدواج کرد، اما این ازدواج هم زود به جدایی ختم شد. بعد اون مهستی با کسی ازدواج نکرد و وارد رابطه جدیدی نشد. کوروش در روزهای ابتدای انقلاب توسط دولت خمینی اعدام شد. بعد از اون حال روحی مهستی بدتر شد. آهنگای سوزناکی واسه عشق از دست رفتش میخوند. مهستی در مصاحبه‌ای که بعداً با اون شد گفت من عاشقانه کوروش رو دوست داشتم، تا آخر عمرم هم عاشقش میمونم. مهستی مبتلا به سرطان شد و 4 سال تمام بیماریش از اون مخفی میکرد. شیمی درمانی انجام میداد. پزشکا به اون اخطار داده بودن که اگه با دوز بالاتر مداوا بشه صداش مشکل پیدا میکنه و تا با دوز بالاتر درمان نشه بیماری بدن اونو ترک نمیکنه. او نوروز 86 بعد چند روز برنامه تو کنسرتی که با گلپا قرار بود انجام بشه، چون علائم بیماری تشدید شده بود و به خامت حالش نتونست کنسرت برگزار کنه، با برنامه تلویزیونی شرکت کرد و بیماری خودش رو فاش کرد و گفت که باید درمان بشه. و بعد از 4 سال جنگ با سرطان، مهستی در این جنگ شکست خورد و سرطان جون اون رو ازش گرفت.